الجزیره با استناد به بریگاد القسم خبر می‌دهد که یک چند روز پیش جنگاوران مقاومت فلسطین حمله به یک نقطه مستحکم نظامی ارتش اشغالگر اسرائیل در منطقه گذرگاه مرک نزدیکی خان یونس انجام دادند. طبق اطلاعات جنگاوران به این محل نظامی وارد شده چند تانک مرکب 4 را نابود کردند. آنها همچنین به چند خانه‌ای که در آن سربازان اشغالگر پناه برده بودند ضربه زدند که در نتیجه چند سرباز ارتش اشغالگر کشته شدند. گفته می شود که گروه جنگاوران به چند سرباز اشغالگر از نزدیک حمله کردند و فرمانده یک تانک مرکب 4 را سخت زخمی کردند. برای پیشگیری از رسیدن کمک به اشغالگران اسرائیلی و تأمین کردن راه عقب نشینی خود، جنگاوران مقاومت گرد و اطراف جای عملیات را با چند تیرپرانه مینامیاتی زیر آتش گرفتند. هنگام رسیدن خدمات نجات، یکی از جنگاوران فلسطینی خود را ترک کند تا سربازان اشغالگر را که در نزدیکیش بودند نابود سازد. حمله چند ساعت ادامه یافت و در همین میان در آسمان منطقه جنگ شده چرخبال‌های اسرائیلی دیده شدند که برای برآوردن کشته شدگان و زخمیان اشغالگران آماده بودند.